سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ اسم من هست سجاد و اسم من هست سجاد تکس مثل قبلا میخوام بگم و اینم بعد از مدت ها ویدیوی شورت گذاشتم و امروز اومدم برای کسایی که تازه میخوان یوتیوب رو شروع کنم چند تا نکته بگم. خب نکته‌ای که خودم خیلی تلاش کردم بهش برسم، هنوز نرسیدم. الان اگه ویدیو امروز بخواد آپلود شه من هنوز 960 تا سابسکرایبم که سعی میکنم امروز آپلود بشه این ویدیو. و اگه منو میبینید لطفاً سابسکرایب کنید، زنگوله هم فعال کنید، کسایی که منو دارن زنگوله رو بزنید و امیدوارم از من خوشتون بیاد. بریم ادامه ویدیو. خب بچه ها، من داشتم توی یوتیوب میچرخیدم که به یه ویدیو برخوردم، ویدیو شورت. چون من خودم ویدیو شورت زیاد میذارم، کسایی که من دنبال دارن میدونن من ویدیو شورت زیاد میذارم. این تازه بعد از مدت هاست که ویدیوی طولانیه و داشتم میگشتم دیدم یه کسی تازگار با 100 تا ساب که ویوی آنچنانی نداره 100 تا هم ویدیو گذاشته، ویدیوی شورت و ویدیوی طولانی. بعد یک ویدیوش بود نوشته بود چجوری به 4000 ساعت راحت برسیم. بعد من رفتم اینو نگاه کردم دیدم اشتباه داره توضیح میده بعضی چیزاشو. اسمش هم هست علی جاوید، هر کی خواست میتونه بره ببینه ویدیوشو، اگه نخواسته من خودم تیکه‌هاشو میذارم اینجا. و داشت اشتباه توضیح میده و میخوام بیام درستش کنم اینو واسهتون. 50% اشتباه بود. بریم که ببینیم. خب بچه‌ها شاید براتون سوال بوده که چجوری 4000 ساعت به نظرم هیچی نیست 4000 ساعت واشتن. بیایی پیش آریو کیوکسری که 1300 تا ویدیو آپلود کرده. الان آریو کیوکسره، اونی که زحمت کشیده ویدیوی زیاد آپلود کرده، 100% آشش هم میخوره دیگه. خب اولا اینکه اینو گفت آریو کیوکسره، اولا اینو بگم که این حرفش درسته. 1000 تا آریا ویدیو آپلود کرده، داره بازیاش هم میخوره نوش جونش. ولی آریا موقعی که شروع کرد هیچ یوتیوبر ایرانی هنوز نبود، واسه همه آشنا بود، همه میرفتن نگاهش میکردن. ولی الان قضیه فرق داره. شما هر کیو نگاه کنین الان یوتیوبره. شما باید تو یوتیوب رقابت کنین، نمیشه سری رسید بالا. من خودم حالا اگه بشه ویدیوی بعدی با دوستم، خب ما قبلا یک چنل داشتیم 2 سال پیش شروع کردیم، خب 100 تا ویدیو توش گذاشتیم. خب 100 تا کم نیست، 100 تا ویدیو 1 سال از عمرمون رو تلف کردیم، 50 تا ساب بیشتر نگرفتیم. اسم کانالم نمیگم چون نمیخوام برید ببینید، زشته. و میخوام بگم نمیشه واقعا. من 1 سال از عمرم هدر دادم و الان تازه تکی که شروع کردم با ویدیوی شورت تونستم بیام بالا. الان الگوریتم یوتیوب خیلی فرق کرده. شما قبلا با ویدیوی شورت کانالتو نابود میکردی، ولی الان با ویدیوی شورت خیلی راحت میتونی ساب بگیری بیای بالا. حالا بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. با کارش هم میمونه. میخوام براتون بگم که آقا شروع کنین روزی یه ویدیو گذاشتن. هر چی ویدیو بیشتر بذارید مطمئن باشین الگوریتم یوتیوب هم میبینه کاراتونو، میذاردون تو اولویت و پخش میشه فیلماتون و واچ تایمتون سریعتر انجام میشه. الان مثلا خب باید چی ویدیو طولانی بذاری؟ خب باید چی ویدیوی طولانی بذاری؟ این آقا خودش 10 دقیقه ویدیو میگیره میذاره. 10 دقیقه 100 تا ساب داره، چند تا بازدید میخوره؟ 10 تا بازدید میخوره، 20 تا بازدید میخوره. بیشتر ویدیوش 300 تا خورده، ولی از اون 300 تا معلومه نیست چند نفر دیدن. شاید کلیک کردن 1 دقیقه شو دیدن اومدن بیرون. این که دلیل نمیشه که هر روز ویدیو بشه. شما اگه تازه کارید اولا که با ویدیو شورت شروع کنید. اگه میخوایم ویدیو طولانی شروع کنین از همون اول، ویدیو طولانی نهایتا فوقش 5-6 دقیقه. شما 10 دقیقه که ویدیو بذارید کسایی به سن ما دیده نمیشن. شما 10 دقیقه ویدیو واسهتون خیلی زیاده، نهایتا 5 دقیقه. حالا بریم ادامهش. یه چنل 1000k سابسکرایبی حدود 3 میلیون خورده ای چیز داره، واچ تایم داره. خب بچه‌ها، من الان توی ادیت که داشتم نگاه می‌کردم یه توپاق زدم. البته توپاق از من نیست ها، از این یاروه. میگه 1000k سابسکرایبی. داداش یا 1000 تا سابسکرایبه منظورش، یا 1000 تا سابسکرایبه، یا 100,000 تا سابسکرایبه. 1000k سابسکرایب میشه منظورش 1 میلیون سابسکرایب. بعد اگه 1 میلیون سابسکرایب باشه که واقعا حقشه 3 میلیون، یعنی اصلا ظلمه اگه 3 میلیون نخوره.
ویدیوش. ولی اگه 1000 تا سابسکرایب مثل منه، 1000 تا سابسکرایب اگه مثل من باشه 3 میلیون خیلیه، نمیشه. تازه اگه 100,000 تا هم باشه 3 میلیون نمیشه. بعضیا مثل پوریا پوتک و آریا و اینا شاید تازه زور بزنن یکی از ویدیوهاش 3 میلیون بشه. نمیشه اصلا، خودش اصلا نمیدونه چی میگه، مثلا داره از تو دفترم میخونه. یعنی چیزی براش نیست. یعنی سالیانه حدود 308,000 واچ تایم داره، 1000 ساعت واچ تایم داره، چیزی براش نیست. شما اولا که موقعی که دارین ویدیو سازی میکنید پس زمینتون درست باشه. من الان که میدونم پس زمینم خرابه، به هر حال یک پس زمینه درستی ساختم، یه چند تا نور گذاشتم، پول دادم، نور گذاشتم. چقدر شده؟ این نورا رو بذار چراغشو، این نورا رو من 30 تومن گرفتم، این پنلا رو کلا 100 تومن گرفتم. کی؟ 1 سال پیش قبل از اینکه این چنل رو بزنم، تو اون چنل قبلی داشتم. یه پرده سبزم که 5 ماه پیش خریدم، پرده سبز 100 تومن شدش واسم، الان شاید گرون باشه. یه رینگ لایت هم که دارم اونو از مامانم گرفتم. خب صدا رو با چی ضبط میکنم؟ با این گوش قدیمیه. یعنی چیز خاصی هم من ندارم، ولی پس زمینم درسته، کیفیت ویدیوم خوبه. این آقا نگاه کن، کیفیت ویدیو داغون، از گردن به بالا داره میگیره ویدیو رو. خب این ویدیو معلومه بازدید نمیخوره آنچه. همین دیگه، شروع کنید آقا. روزی یه ویدیو گذاشتن، من حالا خودم روزی 3 تا ویدیو 2 تا ویدیو حتما میذارم، ولی شما مثلا روزی یه ویدیو گذاشتن اگه تنبلتون گرفت دیگه یه روز در میون حتما ویدیو بذارید که الگوریتم یوتیوب شما رو داشته باشه و بتونید حد اکثر در 3 ماه و حداقل تو 1 ماه چنلتون رو مانیتایز. اصلا توی 3 ماه و 1 ماه الان تو یوتیوب غیر اصلا نمیشه، مگه اینکه با ویدیو شورت بیای بالا، ویدیو شورتت خیلی بخوره، بعد ویدیو طولانی بذاری، ویدیو طولانیت هم اندازه ویدیو شورتت بخوره، ببینید بله اونجا به اندازه 1 ماه 3 ماه میتونی پیشرفت کنی. ولی الان نمیشه. من الان دارم 4-5 ماه ویدیو میذارم، این اولین ویدیو شورت، ویدیو طولانیمه، کلی هم ویدیو شورت گذاشتم، هنوز 1000 تا ساب نشدم. تازه الان معلوم نیست ویدیوم چند تا میخوره، شاید 20 تا بخوره، شاید 30 تا بخوره، ولی ان شاءالله که بیشتر میخوره. خب آقا یه سوالای دیگه هم هست، این که چگونه چنل خود را مانیتایز کنیم. چگونه چنل خود را مانیتایز کنیم اینو تو ویدیوهای بعدی میگم، ولی یه بخش الان میگم. چنل ما اگه بخواد مانیتایز شه باید شخص خودمون، ویدیو خودمون باشه آقا، نه کپی رایت دار باشه، نه موزیک بقیه باشه، نه فیلم بقیه باشه، هیچی، همه چی از خودمون باشه. ماها تولید کنندگان محتواییم، پس بحثمون فرق میکنه با بقیه. خب تا اینجا، تا همین قد ویدیوش، میتونیم بیشتر بریم تو کانالش ببینیم، بقیهش درست میگه، راست میگه، بقیهش شدنیه. ولی تا اینجا ویدیوش هر چی گفتش اشتباهه. مثلا الان شما حتما باید از خودتون ویدیو باشه که مانیتایز بشید، نه، شما میتونین برین تو یوتیوب سرچ کنین، ویدیوهای غیر کپی رایت رو بگیرین، آپلود کنین، ویدیوها ویو بخوره، ساب بگیرید و ازش درآمدزایی کنید. به همین راحتی ویدیوهای غیر کپی رایت رو میتونید تو یوتیوب سرچ کنید. شما هر کی هم ببینید یوتیوبرش رو هم که ببینید همینو توضیح داده. حتما دلیل نمیشه خودتون بیاین پشت صحنه حتما دیدشین، نه، شما با صداتون هم میتونید درآمدزایی کنید، با ادیتاتون هم میتونید درآمدزایی کنید. اینا همه شدنیه، چیزی نیستش. منم اینجا که منتظرم ان شاءالله شما منو بالا ها میبرین. من امشب همین ویدیو رو میذارم، میخوام ببینم چند تا ویو میخوره. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.